سلام، من دکتر سمیرا قاسمی هستم، پزشک متخصص پاتولوژی. امروز میخوام راجع به آزمایش PSA که برای بررسی پروستات انجام میشه باهاتون صحبت بکنم. PSA پروتئینی هستش که هم از سلول‌های طبیعی هم از سلول‌های سرطانی پروستات ترشح میشه و مقدار کم اون در خون مردان طبیعی محسوب میشه. هر چقدر سن افزایش پیدا بکنه سایز پروستات افزایش پیدا میکنه و به تبع مقدار PSA هم بالاتر میره، ولی در کل مقدار PSA زیر 5 نانوگرم پر دسیلیتر در خون مردان طبیعی محسوب میشه. سایز طبیعی پروستات معمولاً چیزی بین 4 سانتی متر در عرض و 3 سانتی متر در ارتفاع هستش و حجم طبیعی پروستات حدود 25 میلی لیتر هست که این مقادیر رو شما در گزارش‌های سونوگرافی خیلی مشاهده می‌کنید و سوال پرسیده بودید. علت PSA بالا یکیش بزرگ شدن پروستات هست، عوامل دیگه یکیش سرطان پروستات هست و همچنین التهابات پروستات هستش که باعث افزایش مقادیر PSA در آزمایشات میشه. یک سری عواملی هستش که باعث تغییرات کاذب توی مقدار PSA میشه، بنابراین شما وقتی میخواین آزمایش PSA رو انجام بدید باید بهشون توجه داشته باشید. یه سری عوامل باعث افزایش کاذب میشه مثلا التهابات ادراری، انزال، ورزش شدید، معاینه رکتال پروستات یا حتی نمونه برداری پروستات که باعث افزایش کاذب مقادیر PSA میشه. مقدار کاذب کاهش اون توی مصرف داروهایی مثل 5 آلفا ردوکتاز، مثل فیناستراید دیده میشه. بنابراین شما وقتی میخواین برین آزمایش رو انجام بدید بایستی از نبود این عوامل اطمینان حاصل بکنید. مطالعات نشون داده که 15% موارد احتمال داره که بیمار مبتلا به سرطان پروستات باشه ولی PSAش توی آزمایشات طبیعی باشه. بنابراین شما هیچ وقت نمیتونید معاینه بالینی پروستات رو کنار بذارید. بایستی آزمایش در کنار معاینه بالینی پروستات وجود داشته باشه. علائمی که به واسطه اون شما متوجه میتونید بشید که بزرگی پروستات دارین شامل همه عوامل علائم ادراری، شامل مثلا فوریت ادرار، عدم تخلیه کامل ادرار، درد هنگام ادرار کردن یا درد بعد از انزال، فوریت ادرار، احتباس ادرار، خون در ادرار، تغییر رنگ و بوی ادرار و کلاً همه عواملی هستش که تغییرات توی جریان ادرارتون اتفاق افتاده باشه. بعضی رفرنس ها بیان کردن که آقایون از سن 40 سالگی بهتره آزمایشات PSA رو به صورت روتین انجام بدن. توی آزمایشگاه کلاً 2 نوع آزمایش PSA انجام داره، نوع توتال و نوع فری که نسبت اینها هم توی تشخیص سرطانی بودن غده پروستات اهمیت داره. حالا شرایطی که شما وقتی مراجعه میکنید برای آزمایش PSA باید رعایت بکنید این هستش که این آزمایش نیاز به ناشتایی نداره، ولی 1 روز قبل از انجام آزمایش بیمار بایستی انزال نداشته باشه و بیوپسی پروستات و معاینه رکتال پروستات هم حداقل 4 هفته قبل از انجام آزمایش انجام نداده باشه. ممنون از توجهتون.